زیاد در محفلی که خورشید اندر شمار زر است خود رو بزرگ دیدن شرطی ادب نباشد. استادان اسلام خیلی زود هستند و من تشکر میکنم که با ما امکان سخنگویی دادن و استاد عزیز، استاد بزرگ، استاد سخن و استاد آدم و آدمگری، یک شخصیتی در خلق اطوار، در رعایتی رسم رسوم آدمیت و در شعر گفتن سخن والا استاد شما رو با مناسبت گزینه 82 نردبان عمر قدم نهادنتون تبریک میگویم و این جشن، این محفل عالی نیست، این محفل کلام هنر است، کلام هنری است و شما یکی از نمایندگان مشهور معروف و باعث افتخار همین ادبیات هستید. من یک چیزی مخصوص برای همین سخنرانی نوشته بودم، این خیلی مفصل است. بعدا در همین کتابی که هر یکی شما به دست گرفتید اون چیز هست، میخوام برون از او یک دو سخن تیزیسوار بگویم اگر اجازت باشد. استاد مرادی شاعری برکمال است و صفت برکمال به کس نسبت دادن خیلی مفت است، چون که از همه زینه های امتحانی شعر شاعری گذشته و نهایت خوب هم قدردانی شدن. شاعری خلقی تاجیکستان شدن، جایزه بسیار بسیار بلند رو سزاوار شدن، جایزه استاد رو. و امروز یک ارزش داوری مظفری منورزاد امیر خلیفه بابا، اگر من تو گفته نمونم در همون نوشته شو خوندم، خلیفه بابوی که محمد رضای خلیفه زاده بزرگ خبرزاد است، امیر منوری مظفر نوشتن که استاد مرادی یکی از شاعرانی که توصیف کردن، گفتن که از سلک شاعرانی هستی ما نباید عرفی، نباید یکون احساسی چیز بکنیم، ناراحتی بکنیم که در حوزه عمومی پارسی همین گونه شاعر تاجیکستان نمایندگی میکنند، یعنی باید باعث افتخار باشد. یعنی هیچ جایی باید ندارد که شک و تردید که همین گونه یک استاد سخن از تاجیکستان شعر تاجیکی رو نمایندگی بکند و نماینده خیلی چی هم هست، معروف هم هست، مشهور هم هست و شعر رو البته در این حوزه عمومی پارسی که سخن گفتن خیلی گران است، خیلی اذیت است، خیلی مشقت است و شهرت یافتن خیلی مشکل است، سخن رو خوش خواهم پذیرفت و این واقعا ارزش داوری واقعی است، واقعا بسیار سزاوار است. مهم نیست که در تاجیکستان شاعر شهرت پیدا کند، حالا جهان یک گستره فراخ، یک فضا و مکانی هست که شاعر باید در همین حوزه‌ای که عبارت از به قول بیش از 70 میلیون پارسی زبان در روی زمین هستند، در همین گستره باید شاعر موقع جایگاه بیابد. اینکه در تاجیکستان جایگاه بیابد این زینه اول است و از روی اون مشاهده‌ای که ما داریم عموما ادیبان بودو را میروند به جاده شعر و نویسندگی، یکی اونهایی که ایده که اندیشه خوب و تازه دارند، فکر بیکر دارند و تطبیق درستی همون ایده و همون فکری بیکر، همون اندیشه، همون ملاحظه، دقت اونها رو به استوار کردن مضمون محتوا میبرند. یعنی کوشش میکنند که اندیشه های ابراز های مکمل و اندیشه های نو چی در نثرشون کی در شعرشون ظهور بکنند. یعنی ابراز و اندیشه اینجا بسیار مهم به نظرشون میرسد و گروه دویم اونهایی هستند که همین گونه ایده و همین گونه اندیشه، همین گونه سخن، همین گونه کلام، همین گونه ملاحظه ندارند. اما اینها بسیار بالای دیگر میروند، بالای اون میروند که با واسطه سخن فراوان، با واسطه به قول استاد خدای شهیدزاده که میگفت که طبع به نظام بر زیاده سخنی میبرد، یعنی با واسطه همین آزمایش پالایش طبعشون
اما با شعرشون زینت بخشند با واسطه آرایه‌های بدیعی و دیگر چیزها. اما در شعر باز میگن که شعری اندیشه، باز میگن شعری حالت، باز میگن شعری زندگی، همین قدرش مونده است که شعری منطق بگویند، شعری منطقی. اینا همه گمان میکنن چیزهای شرطی و رمزی هستند. اینا یک چیزهای خصوصیت ویژگی‌های شرطی دارند. همین شعر دو شخصیتون دارد، یکی همین اندیشه یا که همین ملاحظه بسیار بیکر دارد و دیگرش احساس است. اما احساس با قول شبلی اون احساسی نیست که مثلا خاصی همه ما شروع یعنی عمومی یا که تجدیدی باشد، بلکه مبنی بر زبردستی باشد. همین آمیزش همین دو چیز اون میگن شعر سرای و شعر خود رو تأمین میکنند همین چیزها. بعد گراف لف نیکولایویچ تولستوی وقتی که با او یک مجموعه مپسند دادن، از خوندن اولین همون حکایه‌هاش که در اون چیز بود و چی بگم سلسله مؤسسه تلی او که از این ادبی بیهوده نویس نبوده است. پسند که تمام میفهمه سه چیزا میگن. وقتی که میوید با چیز دوستی گرامی دوستی است میگن از این بزرگتر ادب دیگر در تمام اروپا و روسیه وجود ندارد. یعنی با قول سعدی کی و سوی شوراتیش تبر که میزد در زمین و بعد با میفت یک شعری که با میبرداشت با آسمان، یعنی همین گونه یک مناقضون هم که حالتی دارند که وابسته به حالت و وضعیت عمل میکنند و همین میگفت که همین اساسی کلام هنری رو همین مندرجه که از مناسبت معنوی همون گوینده همون اثر نویسنده همون اثر گویی بدهد. همین مناسبت معنوی خیلی جدی چیز. بعد همون شکل بسیار زیبا، شکلی که با همون محتوای اثر یا شعر باشد یا نثر باشد درست موافقت کرده باشد، یعنی شکل زیبا و از همه چیزی مهم صمیمیت ایسکرینوست. همین صمیمیتی که از باطن شاعر نویسنده خروج بکند و بریزد روی صفحه. اگر همین چیز در چیز نباشد، در شعر نباشد، در شعر این خوب احساس کردن ممکن است. این سوگستی میگن در ادبیات جهان، یعنی یک نوع تلقین و القا، یعنی با اسارت گرفتن یک نوع انسان رو با محاصره گروگان گرفتن. شعری که از پهلوی اون این خیلی آهسته نمیروی، شعری که از خوندن بعد خوندن او مثلا با کار دیگر مشغول نمیشوی، حداقل 5 دقیقه دست به پیشانه بمونی، 2-3 دقیقه نفس میکشی، آه میکشی، افسوس میخوری، شاد میشوی، به غم و اندوه مبتلا میگردی چند دقیقه. یعنی شاعر خود رو همین رو گراف تولستوی لف نیکولایویچ تولستوی زندگان همین رو سیرایت شوی میگفت. اگر با تعبیر امروزه بگیم این کووید شعری کتن ممکن است، مثل کووید زود انسان رو سیرایت میکنند و نمیگذارد که تو همین خیلی آرام و آهسته از اونجا بدر بشوی. همین جهت‌هایی که در استاد علی محمد مرودی همین رو خیلی خوب چی کردن ممکن است. بعدا یک چیزی بسیار مهم در اجرایت علی محمد استاد مرودی به نظر میرسد، این استفاده بسیار به موقعی همین زبان مردم این خیلی که استاد خوب کردن و شاعر سه چیز شاعر میکند. ذخیره خیلی بزرگی متن ادبیات کلاسیکی فارسی توشی متن گذاشته، زبان زنده مردم و اگر امکان و توان داشته باشد ترکیب آفرینی و نو زبانشناسا با خوب میدونن واژه‌های نو اختراع کردن، کشف کردن و آن رو عمومی گردانیدن. و سه چیز دیگری که رضا براهانی در تلودرمیس میگوید خیلی بسیار مهم است که در همین آثار علی محمد مرودی استاد عزیز ما بسیار خوب دیده میشد، روشن به نظر میرسد. این میگوید که برای شاعر خوب شدن سه چیز بسیار مهم است. مسئله درک است، مسئله معرفت است، مسئله شناخت است، مسئله دانش است. این درکی تاریخی است، درک اجتماعی است و درکی ادبی. از اینها درک ادبی خیلی مهمتر است، زیرا که برای تکرار نکردن گفتار دیگران، شعر دیگران
مثلا образهای آفریده دیگران انسان رو چی میکنن؟ پیشگیری میکنن، مثل صد سکندری وای میکنن. برای همین بعد در شعری علی استاد مرودی نومشون که کمتر درست است، نومشون میدونم اما کمتر درست که است، استاد مرودی بیان در شعر استاد مرودی همین متیب‌ها یا اینکه آهنگ‌های ایمپرسیونیستی خیلی ظهور میکنه که همین پهلوی شعرشون متاسفانه در نقد ادبی تحقیق نشده است، اما در مقاله من کمی من اینجا چیز کردم شاید برای این چیز شاید شاید روشن امکان باشه و همین چیزهای هستن که خاصی رسومان است. شما بفهمید همین رسوم می‌بیند منظره رو، یک لحظه طبیعت رو می‌بیند و یک کره از طبیعت رو اون رو روی متا می‌آورد. همین در شعری علی محمد مرودی همین گونه مصوره‌سازی طبیعت خیلی جدی است، خیلی وایدوبر. بعداً یک چیز دیگر هست، دو نوعی منظره رو من مشاهده کردم. یکی منظره تصویر منظره صرف است، یعنی استاد طبیعت رو احساس میکنه در خون و پوستش و آنچنان می‌نگرد که در طبیعت هست. و دیگری از همین جنبش‌های روحی عالم طبیعی اندیشه‌های فلسفی به وجود می‌آورد. مثال بیارید. از انا تشکر. من وقت ندارم. خب غمت رو کشتم و در سینه گوراندم که هر دم بینم و دانم که قبل شاه بودن چیست. اکنون مثال دیگر. اکنون از شعرهایی که از تشکر مثالی که گفتی مثال. از شاک گریبان گل لاله عیان است، در پرده هر خنده یگان داغ نهان است. همین لاله را دقت کنید، اگر در داخل لاله یک سیاهی است. این نظری مشاهده کار می‌بیند. این مثلا در نظر ما هم لاله ها سرخ هستند. یعنی در رو بر روی هم قرار داشتن نیکوبت زندگی، تقابل‌های جاودانه سیاه و سفید، امید و ناامیدی، فاجعه و خوشبختی و غیره در همین یک بیت ظهور می‌کنند. ببینید باران نباریده ابر آهم در دیده کور آسمان میچرخد. چی تصویر است؟ یعنی ابر زایشگاه باران است، اما شاعر حالتی گریدار باطنی خویش را به ابر شبیه کرده که از آهشایی ترکیب یافته است و در سمای گردش میکند که نابیناست. او را نمیبیند تا که فرمان بریدنش را داده باشد. آسمان سمبل تمام کائنات است، هستی است، سرنوشت است که نسبت به قهرمان شاعر متاسفانه بی‌طرف و بی‌پرواست. این نوع شعر رو در ادبیات جهان شعری تجریدی یا ابسترکتی هم میگویند که در ایجاد مالرمی، بودلر، در ادبیات روس در ایجاد توچف، افاناسیویچ فت بسیار با مشاهده گرفتن ممکن است. و من شبه نپرسم از استاد، لیکن گمان تخمین میزنم که استاد مرودی از ایجاد همین شاعران باید آگاه باشند. چون که آقای شعر دوست میگوید که استاد مرودی باید از اینجا نیما یوشی، شاملو، مثلا سورو بیسپریزو آگاهی خوب دارد، زیرا که همین شعرش همون و شعر اونها خیلی از نگاه محتوا و از نگاه شکل و تصویر خیلی مهمه دارد. غمت رو در زمین سینه پروردم، دیدم باغ شکوفاش. پارادوکس غمت رو، غم باید سینه سوز باشد، غم باید آدم رو فگار بکند، از پا بیفکند، نیست و نابود بکند، عاقبت به لحب ببرد. اما غمی تو میگوید باغ دلم را شکوفا کرد. چونجور غمی حزن‌انگیز نیست، اینجا حزن نیست، اینجا شادی و طرب از وصال همون معشوق یا جانانه است که همون بیان آوردنش باغ دل شاعر را البته شکوفا کرده است. این همون شعری که رو باید میارد. افاناسیویچ هم یک مثال بیارد: آه بوی بهار به مشامم رسید. میبخشید که ترجمه خودم است. یقین دانم که تو می‌آیی. یک چیزایی هست که درختی تاقه سبزی بیابانم ندارم همدم جز سایه خود. اکنون این قبیل شعرهایی که پند و نصیحت و موعظه دارند در عنصر
استاد مرودی خیلی زیاد هستند و ما نمونه ها یا اینکه بازگوی دیگری اون رو در دیگر شاعران البته در دیگر سخنران می‌یابیم، اما یک جهتی ببین نمی‌شود که مثلا شاعر از با شاعر دیگر با حالت تکرار دچار نشود. این در ادبیات ما خیلی یک حالت مشکل است. اما وقتی که استاد مرودی یک معنی فلسفی رو مثلا میگیرد و شعر میکنند، در دیگر هم هست، اما با دیدی تازه با یک نظری بسیار موشیکافانه، اون نظری که ما شما در اون شاعر، در اون ایجادکار، در اون سخنور نمیبینیم. مثلا همین شعر در بدیل هم هست، از بال ما کیست کشد ننگی سعادت، بدیل نشود سویه ما اثر ما کم، همون معنی است. اما ببینید که شعر وای کرده شده است. الان اگر اجازت باشد بود تمام رئیس محترم اشاره کردن که کافی است و من خلاصه میکنم البته من باور دارم که اون نوشته این رو از کتاب میخونید، اونجا مثال ها فراوان استاد مثال بینم قدر مثال ها فراوانند که همین استاد مرودی خودشون یک مثال زنده هستن که همین محفل ما رو شکوه شلامت بخشیدن. سیمین بهبهانی یک فکر یک شعر عجیب بود. مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی. بگذار استاد علاقه شروع شادی رو دیدن و تا این روز شروع شادی رو از هر شعری که می نویسند و با ملک دلها جا میگیرد دریافتند. اما من آرزو میکنم که پایان انتظارش هم همین شعر باشد، کلام هنری باشد. و با استاد آرزو میکنیم دو چیز از قول اپیکتت آرزو میکنم. دو چیز. اپیکتت میگه که مویه سعادت انسانی همین دو چیز است، یکی سلامتی است، دیگری امنیت. بخاطر همین دو چیز رو با استاد آرزو میکنم، سلامتی و امنیت. دیگر همه چیز دارن داخل، دیگر آرزوی دیگر کردن دیگر حاجت ندارن. شهرت دارن و انسانیت شخصیتی بزرگ هستند، برای کار ایجادی دارن در تاجیکستان و برون از آن، چون که منور مظفر می‌نویسد در حوزه عمومی پارسی علاقه موقع دارن، دیگر برایشون همین آرزو میکنم. سلامت باشید استاد عزیز. تشکر.